سویچ شبکه مثل قلب شبکتونه. اگه درست ازش مراقبت نکنید خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو میکنید از کار میفته. اشتباه اول استفاده نکردن از ارته. بدون ارت نوسانات برق یا رعد و برق میتونن به برد سویچ آسیب بزنن. اشتباه دوم نصب سویچ های غیر صنعتی در محیط های بیرونیه. حتی داخل باکس هم باشن رطوبت و تغییر دما بهشون آسیب میزنه. برای فضای باز همیشه از مدل‌های صنعتی استفاده کنید. اشتباه سوم استفاده از کابل و سوکت‌های غیر استاندارده. این کار باعث افت ولتاژ در پورت‌های PoE و قطعی شبکه میشه. اشتباه چهارم نصب سویچ در محیط‌های بدون تهویه هواه. گرمای جمع شده دشمن عمر سویچه. همیشه جایی نصبش کنید که هوا گردش داشته باشه. و اشتباه پنجم استفاده از سویچ تحت فشار حداکثریه. یعنی وقتی همه پورت‌های PoE پر هستن و مصرف به مرز توان سویچ میرسه، این کار باعث افت کارایی و کاهش عمر مفید دستگاه میشه. پس یادتون باشه ارت، تهویه، کابل استاندارد، محیط مناسب و مصرف منطقی مساوی با عمر طولانی‌تر برای سویچ هاتون. HRUI کنار شما برای شبکه پایدار و مطمئن.